سلام به همه. امروز قراره بریم سراغ یکی از جنجالی ترین چهره‌های هالیوود. زنی که دنیا عاشق چهره و استایلشه، اما پشت این لبخند رازهایی هست که کمتر کسی جرأت گفتنش رو داره. این جنیفر لوپز. از رسوایی‌های قدیمی تا افشاگری‌هایی که حتی طرفداراش هم شوکه شدن. از بزرگترین شایعاتی که سالهاست دنبالش هست اینه که جنیفر لوپز صدای اصلی بعضی از آهنگاش نیست. چند خواننده و تهیه کننده سابق ادعا کردن در ترانه‌هایی مثل پلی، جانی، صدای اصلی بکوال‌های دیگران استفاده شده. حتی یک کمدین معروف به نام ایو گفته بود کل حرفه جنیفر لوپز یک کلاهبرداری بزرگه. جنیفر هیچ وقت این ادعا رو به طور مستقیم رد نکرد، فقط سکوت کرد. همین سکوت باعث شد شک خیلیا بیشتر بشه. جنیفر لوپز تقریباً با هر مرد مشهوری در هالیوود رابطه داشته، از پاف ددی تا بن افلک، اما بعضی منابع نزدیک بهش گفتن بعضی از این عشق‌ها برای تبلیغ و فیلم‌ها و پروژه‌هایش طراحی شدن. مثلا رابطه دوبارش با بن افلک بعد از 20 سال درست همزمان شد با انتشار فیلم و آلبوم جدیدش. معتقدها گفتن این فیلم به نمایش تبلیغاتی بوده. وقتی طلاق دوبارش اعلام شد، لوپز توی مصاحبه‌ها به شدت عصبانی شد، حتی خبرنگار NBC رو وسط مصاحبه قطع کرد. 1999 توی یک کلاب در نیویورک تیراندازی شد. پلیس جنیفر و دوست پسر اون موقعش دیدی رو بازداشت کرد. در گزارش‌ها اومده که جنیفر خودش اسلحه رو جابجا کرده. هرچند بعداً تبرئه شد، ولی اون شب یکی از تاریک‌ترین لحظات زندگیش بود. رسانه‌ها اون زمان نوشتن از ستاره پاپ تا مظنون به جرم فقط در یک شبه. جنیفر همیشه در مصاحبه‌هاش میگفت من الکل نمیخورم چون پوستمو خراب میکنه. ولی در سال 2023 برند مشروبات خودش به نام دیلالا رو معرفی کرد. طرفدارها شوکه شدن و گفتن پس از اون حرفا چی شد؟ این تناقض باعث شد خیلیا به صداقت جنیفر شک کنن. جنیفر همیشه به لباسهای عجیب و نیمه برهنه‌اش معروفه، اما گاهی این استایل‌ها باعث نقص لباسها در اجراها شد و از جمله کنسرت لهستان که دامنش پایین افتاد. خودش بعداً گفت خوشبختانه اون شب لباس زیر پوشیده بودم. بعضی‌ها گفتن این اتفاقها عمدی بوده تا توجه رسانه‌ها رو جلب کنن. با همه این حواشی به نظر میرسه دوران طلایی جنیفر لوپز داره تموم میشه. فیلم‌هاش یکی یکی شکست خوردن و تورش لغو شد و خودش گفت میخواستم بیشتر وقت با بچه‌هام باشم، اما بعضیا میگن این فقط یه بهانه است برای فرار از فشار شکست‌های کاری. جنیفر لوپز زنی که با استعدادها و زیبایی‌های جاه‌طلبیش رو دنیا رو تسخیر کرد، اما شاید همین جاه‌طلبی دلیل اصلی سقوطش هم باشه. به نظرتون واقعا جنیفر قربانی شایعات با استاد ساختن تصویر دروغی از خودشه؟ نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید، چون قسمت بعدی شاید درباره کسی باشه که کمتر انتظارشو دارید.